الو سلام علیکم. علیکم السلام رحمت الله. تصویرتون رو لطفا بدید آقای الیاس. احوال به شما آقای الیاس صدا متاسفانه آقای الیاس صداتون نیست اصلا، حتی بدون تصویر هم صداتون نیست. سلام علیکم، بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. کس زنه عمر کس که خدا لعنتتون کنه. نفرین خدا بر شما باد، نفرین خدا بر شما باد. لعنت خدا و صالحان و نعم و نیکان بر شما باد که این چنین فحاش و بی‌ادبید و خود را با این حال هم به علی بزرگوار نسبت میدید. شما پستان و پلیدان کجا و علی کجا؟ خدا لعنتتون کنه. متاسفانه صدا ندارید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم مولا زاده. علیکم السلام و رحمت الله. بنده یک سوال داشتم. جناب علی. جان محمد هستم از سیستان و بلوچستان. آقای جان محمد بفرمایید. لطفاً تلویزیونتون رو ببندید، بفرمایید. آقای مولا زاده، زمانی که شما اونجا نشستید دارید دعا میکنید، مثلا ما تو خونه هم نشستیم دست ببندیم با هم دیگه، شامل حال دعا میشیم یا نه؟ 100%. دست ببندید نبندید مهم، دست بلند کنید، آمین بگید، حضور ذهن داشته باشید. بنده که دعا میکنم هم برای خودم هم برای شما، دعاهای خیر و این دعاها شامل میشه. من و شماها در یک جلسه جهانی با هم دیگه نشسته ایم و خداوند ناظر اعمال من و شماست. سوال تلویزیونتون لطفا ببندید. دست در نکنه، خیلی ممنون، تشکر. سلامت باشید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خواستانه باشید. سلامت باشید. آجا احوالتون خوبه؟ من میخواستم در مورد همین جریاناتی که تو عراق رخ شده. جناب علی. من از ایران مزاحمتون میشم. آقای من حسینم. آقای حسین از کجای ایران؟ از آذربایجان غربی. از آذربایجان غربی، بفرمایید. تا به حال حاج آقا من از این کانال شما تا به حال نشنیدم که این موضوعاتی تو عراق رو جناب عالی محکوم کنید. شما نشنید. من اینجا ضبط صوت نیستم که هر که بیاد از من حرف بکشه. شما نشنیدید. بنده هر روز صحبت کردم، بارها صحبت کردم، کلیپ گذاشتم، لیکن چه بسا که 4-5 ساعته شما نشنیده باشید. مشکلی نیست. والله من تا به حال خدایی تا به حال نه شما نشنیدی، عرض میکنم. مورد جناب علی صحبت کنید. نه من خسته شدم از بس که صحبت کردم. اینا که افتادن جون مردم به نام دین، به نام سنیت و اینجور مسائل، من داعش رو محکوم کردم، لیکن مزدوران امریکا رو هم محکوم میکنم، خود امریکا رو هم محکوم میکنم، جنایت های رژیم هم محکوم میکنم. فقط با محکوم کردن داعش که یک عکس العمل کار درست نمیشه. دقت میکنید؟ یعنی همه جنایت ها رو آدم باید یک جا در نظر بگیره و آتشی که ولایت فقیه روشن کرده با همکاری با امریکا و اسرائیل تا منطقه رو بسوزونن. خب حاج آقای من یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون جناب علی. بله. آیا دین اسلام کشتن هر انسانی رو به دست هر انسانی رو نه اسلام این نیست که مردم بیادی سرکله هاشون ببرید، این نیستش. ولی اسلام مزدوری امریکا هم نیست، اسلام مزدوری ولایت فقیه هم نیست. رهبران عراق همه مزدوران امریکا هستند، این هم اسلام نیست. چرا شما اونا رو محکوم میکنید اینا رو محکوم نمیکنید؟ چون کردن مثلا یا چون عربن؟ نه. چرا با یک چشم نگاه میکنید؟ اجازه بدین. چرا با یک چشم نگاه میکنید؟ چرا با دو چشم نگاه نمیکنید؟ یعنی این که شما داعش رو محکوم کردید مثلا تمام شد؟
مزدوران امریکا که با تانک‌های امریکا آمدن عراق و دولت رسمی عراق شاهد کردن دربارشون ساکتی. چرا؟ خیلی متشکرم از شما. جوابی نداشتید. خانم سحر بفرمایید. شما چند بار اومدید خانم؟ سوالاتون تمام نشد ولی مثل که اینترنت شما خوب نیست. ببخشید آقای مولوی، این هم از مزیت‌های اینترنت ملی ماست که همش قطع و وصل میشه. من سوالامو سریع میپرسم، قطع میکنم، شما جواب من رایج شد بدید. یکی دیگه در مورد معجزاتش گفته بود که همین زنده کردن مرده ها بوده، شفا دادن جزامیا و کورها بوده، ولی محمد مثلا حضرت محمد ببخشید همچین معجزاتی نداشته. بدون این بود. یه دونه هم در مورد مرگ حضرت محمد گفته که مثل یک انسان طبیعی فوت کردن، اما حضرت مسیح با جسم سالم به نزد خدا رفتن و برخواهند گشت. و آخرش هم گفته بود این خیلی بین دو تا پروفت، بین دو تا پیامبر خیلی تفاوت هستش. چرا اینه؟ ممنون میشم که جواب منم بدین. صحبت‌های قبلی ها. الو، متاسفانه دوباره قطع شد صداتون، ولی سوالاتون رو فرمودید. معجزات از طرف خداونده، نه از طرف عیسی است، نه از طرف موسی است، نه از طرف محمد، بلکه همه به اذن خداونده. ولذا موسی علیه السلام وقتی که عصا رو انداخت در خودش ترسید. اگر از خودش میبود نمیترسید. ساحران وقتی دیدن ای از خودش ترسید، فهمیدن که نه، این از مال خودش نیست، این کار خداییه. خب خداوند هر کاری که هر جا بخواد انجام میده. در زمان عیسی علیه السلام چالش زمان پزشکی و علمه. باید معجزه چیزی بالاتر از اون باشه که هر کسی که اعجاز باشه، هر کسی توانایی اونو نداشته باشه، عاجز باشه از آوردنش. ولذا در این مورد خداوند این کار رو در دستش انجام داد. لیکن معجزه محمد بسی برتره. اگر عیسی علیه السلام به دستش خداوند چند تا مرده رو زنده کرده، معجزه محمد کلمه جاودانه یک ملت ها رو زنده میکنه. کتاب اعجازی که تا قیام قیامت جن انس اگر جمع بشن مثلشو بیارن نمیتونن، یک سوره مثلشو بیارن نمیارن. هر عاقلی میدونه که معجزه کلمه جاودانه بالاتر از اینه که معجزه عیسی علیه السلام الان برای ما حجت نیست، ما ندیدیمش. اگر قرآن نقل نمیکرد ما اونو نمیدیدیم، باور نمیکردیم. همچنان که الان خرافیان آخوندهای خرافی مدعی تشیع هزاران معجزه نقل میکنن از این قبر از اون قبر، ما میگیم همش خرافه، شرک، ضلالت، قبول نمیکنیم. چرا؟ چون هیچ دلیل ثابتی نداریم. اما اونو چون قرآن نقل کرده ما قبولش میکنیم. و ما معجزه قرآن بسیار بسیار جاودانه تره. و یک نفر مسیحی کتاب می‌نویسه 100 شخصیت مؤثر در عالم، بزرگترین مؤثر در تاریخ بشریت محمد علیه السلام بوده. و تا الان که الان این شاگردان محمدند که در مقابل ظالمان، جانوران، جانیان، ستمکاران سینه سپر میکنند و در مقابلشون می ایستند. کشیشای مسیحی که بوق دولت‌هاشونن، کشیشای یهودی همچنین. همطور که قبلا عرض کردم طبیعی نیست. اگرچه مسیحیان معتقدند، قرنها معتقد بودند که عیسی فوت کرده، بعد معتقدند که رفته جهنم تا جهنم بچشه، بعد زنده شده. یک بازی در آوردن با حضرت مسیح که شیعیان نسبت با علی و با حسین در آوردن. همه اینها ضلالت و گمراهیه. لیکن عیسی که باز میگرده در پشت سر یکی از پیرو محمد. اگرچه عرض کردم ما بینشون تفاوت قائل نمیشیم، پیغمبران خدا را همه را به یک چشم نگاه میکنیم، اما با این تفاوت که شریعت عیسی، شریعت موسی همه مثلا باقی نیست. الان انجیل کجاست؟ شما نمیدونید. از 100 تا انجیل 4 تا رو انتخاب کردن. انجیل اصلی کدومی کیه؟ خدا داند. انجیل به زبان خودش باقی نیست.
خیلی متشکرم خواهر محترم. به زبان خودش باقی نیست. این انجیلایی که هستش همش ترجمه از جناب به توحید. این کتاب مختصر و بسیار و محترمانتان هم خیلی خیلی متشکرم. اینه پیغمبر همه از عیسی میگه که من رای اونها و این تعصب ها باعث شده، همین تعصب های مذهبی که شیعه داره، همین تعصب دینی رو مسیحیان و صلیبیان و سلام اسلام تو یک جا جمع کنه در زیر لواء توحید، در زیر لواء خداپرستی.